سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال MP ارز خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم کد مرس 1 میلیونی تاریخ 28 خرداد رو وارد کنیم. خب کد مرس امروز کلمه کوین هستش که به این صورت باید وارد کنیم. حرف C به صورت خط، نقطه، خط و نقطه هستش. حرف O به صورت 3 خط هستش. حرف I به صورت 2 نقطه و حرف N به صورت خط نقطه هستش. خب میریم داخل برنامه تا کد رو وارد کنیم. خب وارد برنامه شدیم. ابتدا قسمت ایرن 3 تا ضربه میزنیم تا به رنگ قرمز در بیاد. خب همونطور که قبلا میدونید برای نقطه باید 1 ضربه به صفحه بزنیم و برای خط باید حدود 2 ثانیه نگه داریم. خب کلممون کلمه کوین بود که باید واردش بکنیم. ابتدا حرف C، سپس حرف O، بعدش حرف I، برای انتها حرف N. خب 1 میلیون رو دریافت کردیم. کدام وارد شد. اینم از جایزه 1 میلیونی 28 خرداد. ممنون که کانال رو همراهی میکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.